برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. تا بشنوم طنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند. قبل از اینکه من تجربه کنم خب یه خورده راحت قضاوت میکردم دیگران رو، ولی الان اصلا چنین قضاوتی رو نمیکنم. اگر خدایی نکرده خواسته باشه تو ذهنم یه قضاوتی پیش بیاد، میگم بر شیطون لعنت و میرم خودم ازش سوال میکنم. میگم شما این حرفو زدی منظورت این بود یا من اشتباه فهمیدم؟ یا طرف میگه نه، اکثرا 90% میگه نه تو اشتباه فهمیدی، اشتباه متوجه شدی. عذرخواهی میکنم ازش، میگم الان پرسیدم ازت، خیلی راحت تر اون طرفی که خواسته باشن جواب بدن. یکی قضاوت خیلی برام مهمه، یکی هم غیبت. این دوتا خیلی پررنگ شدن برام. قبلا حرف مردم هم خیلی برام اهمیت داشت. مثلا میگفتم طرف اینجوری نگه، اینو بپوشم به خاطر اینجوری نگن. ولی الان نه، الان خودمم. الان سعی میکنم اون چیزی رو بپوشم یا بخورم یا تو زندگیم داشته باشم که خودم لذت میبرم، نه دیگران. حرف دیگران برام مهم نیست. چه اتفاقی افتاد؟ سمیه لوحی هستم، 38 سالمه، اهل مشهدم، دیپلم کامپیوترم. 2 دختر دارم، یکی ریحانه و حنانه. ریحانه 20 سالشه، حنانه هم 16 سالشه. طب اسلامی کار میکنم، بیشتر ماساژ درمانی کار میکنم و کار تب شناسی. تیر ماه 401 بود، 6 تیر. یه خورده دل درد داشتم، رفتم دکتر گفت وضعیت خوبی نداری، الان یه سرم آمپول میزنم، حالت که بهتر شد برو بیمارستان خودتو معرفی کن. فردا بچه‌ها رو بردم کلاس، از کلاس که برمیگشتم دیدم مجدد دل درد شدم و دل درد خیلی شدید شد، در حدی شد که نور چشمامم رفت، یه جوری خیلی کم شده بود، خیلی کم. نگاه کردم به دستام، دیدم دستام رنگش سفید شده، ناخونام سفید شده. به دخترم گفتم مامان زنگ بزن اورژانس. یه روز از بیرون فکر میکنم اومدن خونه، دل درد شدید که نمیتونستن تحمل کنن، داد میزدن اینا. منم خب زنگ زدم اورژانس دیگه، تا وقت آمادهشون کردم، اورژانس اومدن گفتن که بعد ببریمشون بیمارستان هاشمی نژاد. یه دفعه اومدن خبر دادن که خانومت حالش خوب نیست و رفته بیمارستان و خودتو برسون. سمیه رفته بود بیمارستان، مامانم به من خبر داد که سمیه حالش خوب نیست، با تشخیص عمل آپاندیس رفته بیمارستان. یعنی لحظه‌ای که رسیدن ایشون رفت تو اتاق عمل، دیگه نفهمیدن چی شده چی کار شده. وسط عمل بود که پزشکم به همسرم و دخترم گفته بود که آپاندیس نبوده، یه توده بوده داخل شکمش، اون توده رو برداشتیم، انشالله که چیزی نیست، ولی این توده بعد بره آزمایش میشه. بعد بلند شدم از تهران رفتم مشهد. بعد مامانم گفت سمیه تو آی سی یو. گفتم مامان برای چی تو آی سی یو؟ اینا گفت حالش خیلی خرابه. میگه اصلا آپاندیس نبوده، یه توده‌ای بوده توی شکمش. وقتی که پرستارم گفت 3 روزه آی سی یویی، گفتم وای مادرم خیلی حساسن، استرس دارن. گفتم 3 روز مامانم منو ندیده، خدا میدونه که چی به حال روزش گذشته. 3 شب من هیچی نفهمیدم، ولی یه حالتی که از دنیا سیر شده باشم، این حالت برام پیش اومد که برام هیچ ارزش نداره، دنیا برام بی ارزشه. یه حالتی که باید خداحافظی کنی. اونجا انگاری یه چیزی بهم گفته بود که خواهرت از دست دخترت ناراحته. متوجه شدم که دخترم به حرف خواهرم نمیکنه و خواهرم خیلی ناراحته از دست دختر من. من از دست ریحانه و حنانه ناراحت بودم به خاطری که بچهای من نگه نمی‌داشتن. اونم بعد خبر نداشتن که اونا کرونا گرفته بودن، خونه عموشون بودن. بعد سمیه اینو به من گفت من دیدم که تو از دست بچهای من ناراحتی به خاطری که بچهای تو رو نگه نداشتن.
من اونجا انکار کردم، گفتم نه ناراحت نیستم چون تو تخت بیمارستان بود، ولی واقعا ناراحت بودم از دست بچه‌هاش، چون پسر من خیلی وابسته به حنانه بود. چون یه خود لحاظ اخلاقی تند خوتره حنانمون، خیلی دوست داشتم مهربون باشه، برای همین سفارش کردم، گفتم فراموش نکنی اینقدر خوب و مهربون باش که همه بگن تو دختر سمیه‌ای. خلاصه دیگه روز 4 من آوردن تو بخش، تا روز 11 من تو بخش بودم، ولی با حال خراب، تب شدید، تشنگی زیاد، حتی نمیتونستن تبمو بیارن پایین، هرچی سعی میکردن این تب بدن منو بیارن پایین نمیتونستن بیارن و همش میگفتن راه برو راه برو، چون معمولا بعد عمل جراحی به بیمار میگن راه برو. پرستار اومد و دکتر اومدن بالای سر و گفتن که مدفوع داره از قسمت جراحی، بخیه ها داره میریزه، روده ها داخل شکم پاره شده. این خواهرم گفت، این خواهرم بالای سرم بود، گفت اینا چیه؟ به پرستار رو رفت آورد، گفت اینا چیه و موضوع چیه و اینا چیه؟ اینا اول گفتن عفونته و بعدش گفتن نه روده ها احتمالاً تو شکمش پاره شده. شکمش انقدر باز کرده بود یکی از بخیه‌ها پاره شد و من که تب داشتم، تبم بیشتر و عفونت بدنم بیشتر رفت بالا. خلاصه این روز دیگه ساعت 12:01 بود که منو بردن اتاق عمل. خلاصه دیگه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر منو بردن اتاق عمل و مجدد عمل کردن. یک روده آوردن گذاشتن روی شکمم، کیسه استومی بهم وصل کردن. تو آی سی بودم که متوجه شدم خیلی حالم بده. یک دستگاه بزرگی تو دهنم وصل کرده بودن و دهن منو با باند بسته بودن، 2 تا دستا به تخت. پرستارمو دیدم، اشاره کردم چون دستم بسته بود به تخت، اشاره کردم که اینو از دهنم در بیار، این اذیتم میکنه. پرستارم گفتش که اون مانیتور بالای سرمو چرخون، گفت ببین ضربان قلبت داره 30 تا میزنه، این باید تو دهنت باشه، سعی کن بخوابی، بازش میکنیم ولی سعی کن بخوابی. دیگه این حرفو به من زدن و من رفتم و یه اتاق برای من باز شد. اونجوری میگم آقای موزون، من آی سی او رو میگم آی سی او و اون اتاقی که برای من شد میگم اتاق خودم. اون یک اتاق غیر مادی که این اتاق در بیمارستان وجود نداره. بله. شما در اون اتاق حضور پیدا میکردید به چه شکلی؟ رو تخت بودم و دستگاه همه به هم وصل بود، کنار من چفت شونه من، یکی راست یکی چپ، قد بلند و حالت دستا متوجه شدم، دست دیده نمیشد، انگشتا دیده نمیشد، دستا اینطوری قشنگ مثل مؤدب، مثل آدمی که مؤدب وای میسته و مستقیم به دیوار نگاه میکردن. ترسیدی نظر؟ بله ترسیدم که چون که لباس که چی بشه؟ ترسیدم که منو ببرن جهنم، چون رنگ تیره پوشیده بودن. احساسم این بود که رنگ تیره یعنی جهنم. پس ادراکتون این بود که مردین؟ نه، اونا جواب به من ندادن، فقط مستقیم رو به دیوار نگاه میکردن و هیچ حرکتی هم نبود. وقتی که اونا دیدم دارن به دیوار نگاه میکنن، من به دیوار نگاه کردم. تا به دیوار نگاه کردم دیدم 3 تا نور جلوم، دقیقاً از سمت چپ نور سفید، وسط نور سبز، بعد نور مشکی و داخل نور سبز گل یخ بود. گل یخ بود که گلدونش نمیدونم کجا بود، ولی برگا و ساقه از بالا آویزون بودن، داشتن حرف میزدن باید. من برگا رو دیدم زنده بودن، برگاشونو میدیدم که اون رگا داره حس دارن، میفهمیدم. بعد انگاری اون برگه داشت با من صحبت میکرد، نمیفهمیدم چی میگفت. صحبت کردن به چه شکل بود؟ نه لب داشته باشه، نه دهان داشته باشه. تکان میخورد؟ نه تکانم نمیخورد، ولی اون رگ برگاشو میدیدم که میخواد با من حرف بزنه، میخواد یه چیزی رو بهم بگه، میخواد یه خبری رو بهم بده. این رگ برگا داشت با شما؟ رگ برگاش زنده بود، مشخص بود همشون جون دارن،
هستن، زندن، دارن یه فعالیتی تو اون برگ داره انجام میشه و اون برگه، خود برگ میخواست با من یه چیزی بگه، داشت با شما یه انتقال مفهوم انجام آره میداد. یه انتقال مفهوم انجام میداد ولی من نمیفهمیدم چی میگه. بلند شدم از جام، بلند شدم وارد نور سبز شدم و گوشم اینطوری بردم سمت برگ که ببینم چی میگه این. نفهمیدم. دقیقا همین گوش چپم نزدیک کردم که ببینم چی میگه، دیدم نه صدا نیست که صدا باشه. برگشتم عقب، همینجور داشتم نگاش میکردم محو رنگ نور سبز شدم. گفتم چه رنگش قشنگه، رنگ چقدر اینجا هواش تمیزه. همینجور داشتم صحبت میکردم با خودم، دیدم که خودم رو تختم و اتاقم خیلی کثیفه. گفتم این چقدر کثیفه. حتی اونجا که خودم رو دیدم اون حالت کالبد بود، دیدمش، نگفتم خودم چرا کثیفم، گفتم این چقدر کثیفه. یعنی خودم نمیگفتم اون خودم منم، من دیگه این بر بودم. گفتم این چقدر کثیفه، چقدر هوای اتاق کثیفه. بعد نور مشکی رو که نگاه کردم دیدم چقدر قشنگه. نور سفید رو نگاه کردم گفتم چقدر، ازم داخل نور سبز. بعد نور سبز هم نگاه کردم گفتم چقدر تمیزه اینجا، چقدر خوبه. همینجور داشتم با خودم صحبت میکردم چقدر تمیزه، چقدر خوبه. یهو وارد بدن شدم، یه اونجوری کردم وارد بدن شدم. وارد بدن شدم با درد شدید قفسه سینه که فقط دستامو گذاشتم و داد زدم به پرستارم. گفتم وای قفسه سینم، من که قفسه سینم درد نمیکرد، چرا اینقدر درد میکنه؟ شروع کردم به صحبت اینجا کردم. آی سی او. بله اومدم تو آی سی او که پرستارم گفتن که آروم باش، آروم باش، ضربان قلبت خیلی اومده پایین، ما بهت ماساژ قلبی دادیم، احتمالاً دنده هات شکسته، الان بهت مسکن میزنیم، سعی کن بخوابی، خوب میشی، نگران نباش. که پس شما احیای قلبی شدین. بله بله. و در اون زمانی که از غبار بله مادی خارج شدید و در پاکیزگی غیر مادی قرار گرفتین، بله. این طرف داشتن احیای قلبی انجام میدادن. بله. پرستارم که این حرفو زد مسکن به من زدن و مجدد اومدم اتاق خودم. اتاق خودم که اومدم دیدم اون 3 نور هستن. گفت وقت رفتنه، باید بریم. گفتم خب بریم. مجدد وقتی میگفتم خب بریم، من چیزی نمیدیدم ولی متوجه میشدم که یک نفر رفت بالا. وقتی میرفتم بالا میفهمیدم که فرصت دارم، وقت دارم، مثلا نمیبرن منو. نگرانی؟ نه نداشتم. تعجب؟ نه نداشتم، دوست داشتم برم. دوست داشتید برید؟ آره. چرا؟ اونجا احساس آرامش بهم میداد. اونجا یعنی کجا؟ تو اتاق خودم. تو اتاق خودم درد نداشتم. خب الان تو اتاق خودتون بودید، اینا میگن از اینجا هم بریم. چرا میگید اینجا که آرامش دارم تو اتاق خودم؟ میگن بریم، از کجا میدونید اونجا جای بهتریه؟ میدونستم باید یه حالتی، یه حسی به میگفت که یه راهیه، باید بری و چاره جز رفتن نداری. خب به شما تحمیل شده بود؟ مجبور بودید؟ نه مجبور نبودم، باید میرفتم، باید این مرحله طی میشد. این حسو داشتم. چرا دوست داشتید برید؟ زیاد راضی به این دنیا بودن دوست نداشتم. از کجا می اومد این نارضایتی؟ به خاطر مشکلات زندگی بود و در چند درصدایی هم کنجکاو بودم، دوست داشتم ببینم چه خبره. پس آگاه شده بودید به اینکه من بیرون از بدنم و سفر پایانی رو دارم شروع میکنم. آره یه سفری دارم. بعد یه فیلمی برای من باز شد تو سنین 8 سالگی 9 سالگی، تو اون سن نشونم دادن کار خوبمو، هر کاری. کجا؟ به چه شکل؟ مثلا یه لیوان آب دست کسی داده بودم، مثلا اون نیت منو نشون میدادن که به چه نیت تو آب دادی به این طرف. نیتت این بوده که تو این آبو دادی، منتظر پاداش بودی، منتظر این بودی مثلا یک شکلاتی دریافت کنی، حالا تو اون سنین 8 سالگی 9 سالگی یا یه تشویقی بشی. مثلا ذهنمو نشونم داد که نه، فقط تو از روی دلسوزی که این طرف تشنه بوده و تو از دستت برمی اومده آب بدی و آب دادی، یا هر کاری. خیلی از کارا نشونم دادن که
ذهن منو نشون میدادن و ذهن کار من و ذهنای دو طرف رو که اون دعا میکرد، میگفت خدا خیرش بده، این کار رو برای من کرد. و ذهنیت منم نشون میدادن که برای گرفتن یه چیزی یا یه پاداش این کار رو نکردم، فقط رو حساب مهربونی و کاری که از دستم برمیاد انجام داده بودم. مجدد باز به هوش اومدم و تو آی سی یو بودم. نگاه کردم دیدم پرستاران هستن و مثلا باز 2 مرتبه چشمامو بستم. مجدد باز ادامهش اومد و 2 مرتبه یک جمعه در گوشم گفت وقت رفتنه، باید بریم، عجله داریم. گفتم خب بریم. بعد 2 مرتبه باز این اومد در گوشم گفتش که فکر نکنی شکمت عفونت کرده، عفونت شکم زده به ریاهات و ریاهات هم درگیر کرده، تو کار تمومه، باید بریم. منم وقتی که شنیدم یه خورده ترس برم داشت، نه که بگم خیلی، ولی یه خورده ترس برم داشت. گفتم خدایا به چی توسل میکردم، خدایا از هیچ یادم نمی اومد، فقط خدا. یهو یادم اومد از امام رضا. گفتم راستی ما تو شهر امام رضاییم، تو شهر مشهدیم، ما همسایه امام رضاییم. یا امام رضا خودتون گفتین که هر کی جان جوادم و قسم بخوره دست رد به سینش نمیزنم. خب الان من دارم جان جواد تو قسم میخورم، شفاعت منو پیش خدا بکن. همینطور که اسم امام رضا رو آوردم، این حرفا رو که زدم، سر من اومد پایین، شونه هام اومد پایین، تمام اندام بدنم حالت حزن گرفت، اومد پایین. فهمیدم از خجالت اندام بدنم، سرم اومد پایین که چرا اینقدر کم زیارت رفتی، ارادت کم داشتی به امام رضا. چنین حسی رو گرفتم، ولی اندامم، شونه هام خم شد، سرم خم شد به سمت پایین. دیدم نه، جوابی نیومد. 2 مرتبه فکر کردم، گفتم خدایا ما کسی دیگر رو داریم تو این دنیا متوسل بشیم. تا یادم اومد گفتم امام زمان راستی، یا امام زمان. تا گفتم یا امام زمان، تمام بدن من، سر من اومد به سمت بالا، تمام اندام بدنم انگاری حالتی که راست شده باشه. آره یکی هست. چون من آقای موزون حالا ریا نشه، من هر روز صبح به امام زمان سلام میدم. گفتم من که هر روز صبح به شما سلام میدم، الان جواب سلاممو بدین، شفاعت هم بکنین پیش خدا. دیدم جوابی نیومد، خیلی ناراحت شدم. مثلا گفتم امامان منو شفاعت نکردن، ناراحت شدم. گفتم ولش کن، میرم دیگه، عیب نداره میرم. ولی با ناراحتی و ناامیدی بود. ولی زمانی نگذشت مجدد یه دیگه اومد در گوشم گفتش که به شوهرت بگو 3 تا گوسفند برات خون کنه، مگر خدا. همین گفت دستاشو دیدم، دستا از اینجا دیگه به بعدش دیده نمیشه که حتی چادر سرشه یا آستین داره، مرده یا زنه، این تشخیص داده نمیشد. بعد که در گوشم گفت به شوهرت بگو، به هوش اومدم. دیدم تو آی سی یو هم پرستارام هستن. از پرستارا خواستم که شوهرم رو بفرستن پیشم، یا مادرم رو یا شوهرم رو بفرستن پیشم. رفتم تو آی سی یو. بعد گفتم مامان چیکار میکنی، خوبی؟ گفت حرف نزن، من خودم حرف بزنم، وقت دیگه نمونده. به شوهرم میگه 3 تا گوسفند خون کنه برام. گفتم مادر خودم خون میکنیم. گفت نه، به شوهرم میگه از مال خودم باشه. یکی من خوب نمیشم، من ریام عفونتی شده، شکمم عفونتی شده، من خوب نمیشم، من دیگه تمومه. مواظب بچه‌هام باش، مواظب شوهرم باش، منم پیش عمه دفن کن و یه خواهشی دارم مامان ازت که ازم راضی باش. به بابام بگو ازم راضی باشه. فقط گفت مامان جان ما از تو راضیم، این حرفو نزن. گفتم نه، راضی باشین ازم. هر کی رم دیدی، از فامیلا، از دوستا، از آشنا، هر کی رو دیدی بگو ازم راضی باشه. گفت باشه مامان. دیگه مامانم قبول کرد، دید که واقعا دارم جدی باش صحبت میکنم، قبول کرد. تا مامان این حرفا رو نزن، خدا بزرگه. اگه بدونی تو گروه چه خبره، همه دارن به اندازه سنت، عدد سنت، عدد سال تولدت یاسین برداشتن، دارن قرآن میخونن. تو انشالله برمیگردی، باید به مردم خدمت کنی. گفت نه من تمومم. ولی بازم به شهرم میگه 3 تا گوسفند برام خون کن، ریام عفونتی شده. بعد رفتم پرستارا گفتم چرا میگین بهش؟
گفتن نه ما چی نگفتیم. این حرف مادرم زد و از آیسیو مادرم بیرون کردن. بعد شوهرم اومد. به علی آقا گفتم من از اینجا ببر، اینجا 2 نفر مردن، من خیلی میترسم، هر جور هست من از اینجا ببر. چون داخل بیمارستان ما 3 تا حال خراب بودیم، 3 تاییمون کنار هم بودیم، من خانم و اون 2 تا آقا. اون 2 تا آقا مردن، تموم کردن، چون میفهمیدم دیگه ما حالمون خرابه. اونا 2 تا تموم کردن و تا اون جنازه ها رو جمع کردن تقریبا 4-5 ساعت من کنار اون جنازه ها بودم و خیلی میترسیدم از اون آیسیو. به شوهرم گفتم تو رو خدا منو از اینجا ببر. پرستارا اومدن این کیسه منو تمیز کنن، 2 تا پرستار. اول که متوجه نشدم، ولی تا بالای سرم شروع کردن به صحبت کردن چشامو باز کردم. اینا گفتن که آخه این طفلک چی زجری میکشه، هنوزم تموم نکرده. همین حرفو که زدم من چشامو باز کردم، بهشون نگاه کردم. تا بهشون نگاه کردم خودشون اونجوری کردن، لباشونو گاز گرفتن که جلو سر بالای سر بیمار چرا چنین حرفی رو زدن. ولی من قدرت تکلم زیاد نداشتم اون لحظه، فقط انگاری بهشون نگاه میکردم که با چشام التماس میکردم که یعنی من زندم، منو نجات بدین. بعد مثلا پزشک که میومد رو سرم دستشو میذاش رو صورتم بیدار میشدم، میفهمیدم، نگاش میکردم چون تو دهنم دستگاه بود، دستا بسته بود، با چشام التماس مثلا اینجوری سری تاب میداد که یعنی هیچ تغییری نکرده. میفهمیدم که اینا از من خیلی ناامیدن و به شوهرم اونجا گفتم اگر میخوای من زنده بمونم من از این بیمارستان ببر. احتمال داره منو بهت ندن، اجازه ندن منو از آیسیو ببری، ولی اگر شد یه خورده سر صدا کن، من اینجا میمیرم. من اینجاها بیشتر ترسم از اون جنازه‌ای بود که کنارم بود و ما 3 تا حال خراب، اون یکی اولی رفت، دومی رفت، گفتم سومی هم منم دارم میرم. رفتم پیشش، دست منو گرفت، خیلی هم بدنش یخ بود انگار، التماس میکرد که من از اینجا ببر. شنیدم بالای سرم گفتن که این کارش تمومه، انقدر عفونت داره بدنش که تحمل نمیاره، فقط مورفین بزنین درد نکشه. بعد ایشون گفت باشه و همیشه علی پشتم بود. مثلا تو زندگیم اگه حرفی بزنم همیشه پشتمه. از خانوادم امیدی نداشتم که بهشون بگم من از اینجا ببرید منو ببرن. میدونستم مثلا میگن نه مریض حالش خوب نیست باید بیمارستان باشه، یه خورده اینطوری فکر میکنم. ولی شوهرم مثلا یه طوریه که میگه نه این حالش خرابه باید کمکش کنم، این اخلاقو داره. تو زندگیم همینطوری. به خدا میدونستم منو میاد میبره از اینجا که علی آقا با عجله میره سمت ایستگاه پرستاری و با عصبانیت یک مشتی هم به شیشه در آیسیو میزنه. پدرم وقتی عصبانی یه نگاه خیلی بدی داره که هر وقت اون نگاهو به ما میکنه ما میفهمیم اوضاع خیلی خرابه. اون لحظه دقیقا همون نگاه داشت. اومد سمت در آیسیو، این درش از اینایی بود که وای میستن باز میشه، برقی چیه. این در یکم دیرتر مثلا تا اومد به جنبه بابای من یه مشت زد به در. من اصلا احساس کردم که تمام وجود من ریخت، استرس اومد، حال بد اومد. تا اومدم برم داخل گفتن تو نمیتونی بری دیگه. علی آقا از آیسیو رفت بیرون و رفت پلو سرپرستاری، رفته بود صحبت کرده بود، گفته بود میخوام خانمم از اینجا ببرم. اونا گفتن چرا میخوای ببری؟ حالش خرابه، شرایط بردن نیست. گفته بود که میترسه از آیسیو. ولی 5 روز طول کشید تا پرونده من آماده شد، تا دکتر منو قبول کنه، تا بیمارستانی منو قبول کنه، چون مریض آیسیو رو معمولا هیچ جا قبول نمیکنه. خدا خیرشون بده آقای دکتر احسان حسن زاده، ایشون منو قبول کردن تو بیمارستان امید. گفته بودن بیاد ولی احتمال داره تو را تموم کنه با این شرایطی که پرونده جلوشه. من میدیدم خودمو. شما توی آمبولانس خودتون رو میدیدین؟ بله خودمو میدیدم. خب ولی کجا بودید؟ بیرون از آمبولانس یا داخل؟ نه همون داخل بودم. یه حالت چشما از بالا میدیدم خودمو. پایین پا؟ آره خودمو میدیدم، ولی در حدی نبود دیگه شعاعی بیشتری باشه یا جایی باشه. فقط فضای درون آمبولانس؟ آره فضای درون آمبولانس و پرستاری که با من اومده بود. همسر کدوم سمت بودن؟ چپ راست؟
همسرم سمت راستم بود. سمت راست. بله. پرستار جلو نشسته بود. جلو پیش راننده. بله، پیش راننده نشسته بود و شما جلو رو هم میدیدین؟ بله. و دیدم که راننده آمبولانس خیلی تند نمیره، ولی پرستارم گفت وضعیتش خرابه، سریعتر برو وگرنه احتمال داره تموم کنه. این حرف رو بنده خدا زد، دیدم، قشنگ دیدم و شنیدم و راننده آمبولانس اینقدر تند میرفت. آقای موضوع من رو تخت بالا پایین میرفتم. همسرم اومد دستاشو گرفت و سرشو گذاشت رو قفسه سینه من که من اینقدر نپرم بالا. خیلی تند میرفت راننده آمبولانس. ایشون از راه بردیم خانم منو، دید سری بردش اتاق عمل. ریه ایشون انقدر آب آورده بود که اکسیژن رو تا ته زیاد کرده بودیم، میگفت که دارم خفه میشم. بعد از عمل خواهرم ازشون میپرسه که چطوری بود آقای دکتر عمل، چی شد؟ میگن که ما کلا 3 روز بهش مهلت میدیم، یا میمونه یا میره بیمار. بعد از اتاق عمل بردنش تو آی سی یو. به منم گفتن برو با این هستم. تو آی سی یو بیمارستان امید کلا با اون نورها بودم، حتی وارد این اتاق اینور نشدم به هیچ عنوان. اونجا 2 مرتبه اومد در گوشم گفتش که وقت رفتنه، باید بریم. گفتم خب بریم. یه فیلمی باز شد، تشییع جنازه‌مو نشونم دادن. تشییع جنازه‌مو نشون دادن که کل مردم روستا، دوستا، فامیلا، دوستای خودم همه اومده بودن و من تک تک اینا رو که نگاهشون میکردم میفهمیدم تو ذهنشون چی میگذره، چی میگن در مورد قضاوتشون در مورد من چیه. مادر بزرگم رو دیدم، خدا بیامرزه پدر بزرگم رو تازه دست دادم، اون ایشونو دیدم. قضاوت ها چی بود؟ همش میگفتن خدا رحمتش کنه، چه زن خوبی بود. همش خوبی بود. خدایا چرا میبری عصای دست پدر مادرش بود. همش مردم از این حرفا میزدن، ولی یه نفر ازم ناراضی بود و من تو این تعریفا همش دنبال اون یه نفری بودم که ناراضی بود ازم. بالاخره پیدا شد؟ نه پیدا نشد. دوست دارید پیداش کنید؟ اونجا خیلی دوست داشتم، الانم چرا خیلی دوست دارم پیدا. دوست داریم پیداش کنید؟ آره. بزرگواری که از ایشون نارضایتی دارید، خانم یا آقا، به خود ایشون پیام بدید اگر میتونید، و اگر مادی یا معنوی مطالبه ای دارید این مطالبه خودتون رو دریافت کنید. بنا نیست که نگه دارید حقتون رو پوشیده. ایشون حاضرن رضایت شما رو جلب کنن و اگر حقی هست مسترد کنن. موافقی؟ بله، خدا بسیار. خیرتون بده. عموم که 6-7 سال فوت کرده، اون اومد گفت زود باشین دیگه، کارگرا داشتن قبر منو میچیدن. بعدش گفت زود باشین دیگه، سمیه رو دارن میارن، زود زود بچینین. عموم حالت ناراحت بود، حزن داشت، نمیدونم چرا. مثلا خوشحال نبود که من دارم میرم پیشش، خوشحال نبود، ناراحت بود. یک کمی ترسیدم. قبلا مشتاق بودم که برم، ولی وقتی که قبرمو دیدم یک کمی ترسیدم. 3 طرف قبر منو چیدن، ولی اون قسمت سر موند. نمیدونم حکمت چی بود، داستان چی بود، خدا داند. مجددا اومدم تو اتاق خودم، ولی اینجوری بگم 100% نه، ولی 50% دوست داشتم برگردم، از ترسی که از اون قبر دیدم. یهو یک فیلمی برام باز شد. اول مادرم رو نشون دادن. مادرم رنگ روی پریده، رنگ سفید، گونه‌هاش سرخ، از بس که خودشو زده بود. گفتن که اگر بری مادرت به این حال روز میفته. گفتم اشکال نداره، 40 روزه، بعد از 40 روز خوب میشه. همسرمو نشون دادن. کلا یه آدم بیمار و افسرده گوشه خونه نشسته و دائم در حال فکر کردن. دیدم که تو فکرشه، میگه خدایا اگر این بمیره همه میگن مقصر منم، اگر بمیره
میگم به خاطر اسبای من بوده، چون اون اسب خریده بود تو روستا و همه میگفتن که چون اسب خریدی مورد چشم مردم قرار گرفتین و باعث شده که این دختر مریض بشه و این حرف پشت سر من خیلی ادامه داشت. روستای ایشون خانومم تقریبا همون موقعی که اونجا بودم به پدر خانومم گفتم یک اسبی خریدم بردم اونجا، یه اسب خریدم، اسب حیوان دوست دارم، این اسب حیوانو. بعد بردم اونجا و از کنار گوشه میشنیدم این یکی میگه ایشون اسب خرید، این چشم شد، این فلان شد، این که بالاخره خیلی حرف شنیدم. بعد استرابی هم داشتم که خدایی نکرده اگه ایشون یک کاری بشه همه میگن مثلا مقصر تویی، منو مقصر میدونن. من این حرفا رو با خدا میزدم و کسی که نمیگفتم که مثلا خدایا خانم من اگه میخوایی از من بگیریش حداقل اینجوری از من نگیر که همه منو مقصر این کار بدونن، که به خاطر حالا یا حرف مردم یا هر چی حالا فکرم اشتباه بود، ولی واقعیت فکرم هم خیلی درگیر بود، نگرانش بودم، قصه میخوردم، بچه‌هام فکر میکردم که مثلا 2 تا دختر من تنهایی چیکار بکنم باشون. بعد حنانه رو نشونم دادن، دختر کوچیکر حنانه رو نشون دادن که در سنین تقریبا 22 یا 23 همچین یک جوان توی سنین اطراف مدرسهش داره یک کالسکی تو دستشه و داره ضایعات جمع میکنه، کارتون خواب شده. تا دیدمش گفتم چرا این اینطوریه؟ گفتن که اگر برنگردی این به خاطر دوستای نابابی داره اعتیاد پیدا میکنه و عاقبتش این میشه. گفتم نه میخوام برگردم. به خاطر حنانه. اومدم تو اتاق خودم، گفت وقت رفتنه، باید بریم. گفتم که نه من میخوام برگردم، نه میخوام توسل کنم، میخوام برگردم، خیلی عجولانه. بعد گفتش که رفت بالا. وقتی که رفت بالا متوجه شدم که فرصت دارم. همینجور با خودم گفتم خدایا من به چی توسل میکردم، من به چی کار میکردم، چی شد و اینا یادم نمیومد، نه از امامان یادم نمیومد، نه از دعاهایی که خونده بودم هیچ یادم نمیومد. یهو یادم اومد از دعای توسل. گفتم راستی سمیه تو که دعای توسل بلدی، شروع کن بخوندن. یه خود بعد فکر میکردم، فشار میآوردم رو خودم که اول دعا یادم بیاد. اول دعا یادم اومد، شروع کردم بخوندن، همینطور که میگفتم یا وجیها عندالله تا به امام حسین رسیدم. این دعا رو همینجور داشتم میخوندم تا به امام حسین رسیدم. دیدم یه جمعیتی از زاویه راستم، یه جمعیتی دارن میگن یا وجیها عندالله اشفع لنا عندالله، خدایا شفاشو بده، خدایا به بچه‌هاش رحم کن، خدایا به جوونیش رحم کن. همینطور که برگشتم نگاه کردم دیدم خونه مامانه، همسایه های مامان نشستن، فامیلان نشستن، جاریای خودم هستن و همه دارن میگن خدایا شفاش بده، خدایا به جوونیش رحم کن. از ته دل میگن خدایا شفاعتشو بده، خدایا به بچه‌هاش رحم کن، خدایا به جوونیش رحم کن. هی اینطوری همونجا دستام آوردم بالا، گفتم خدایا شکرت که همسایه های مامانم اینقدر منو دوست دارن برای من از ته دل دعا میکنن. این حرفو زدم. با روزه خونه مامان همینجوری داشتم دعای توسل میخوندم، یهو دیدم باز یه جمعیتی از این طرفم، جمعیت زیاد نبود، 5-6 نفر بودن، از این طرفم صدا داره میاد ای خدا کمکش کن، به جوونیش رحم کن، به بچه‌هاش رحم کن، شفاعتشو بده. نگاه کردم دیدم مادر شوهر خواهرمه، بیبی جان داره برام دعا میکنه و همونجا دستم آوردم بالا گفتم خدایا شکر، بیبی جان چقدر منو دوست داره که واسه من داره از ته دل اینطوری دعا میکنه. آبجیش گفت که من نظر کردم که اگه شالا جواب آزمایشش سرطانی نباشه یک دیگه آش بذار. گذاشتیم. همون روز هم صدا آمد گفت که من که روزه خون بودم حالا روزه نمیخونم چون راحت اعصاب گرفتم، میخوام دوست دارم یک روزه بخونم برای دختر. گفتم هر کار دوست داری بکن، ولی دختر من نمرده که میخوام روزه بخونی. گفت دوست دارم اصلا امروز حال هوای خانه جوراییه. گفتم بخون.
روزه خون از امام رضا را به جان جوادش قسم داد که این خانه کلا همه دلش شکسته بود، همه داد میزدن خدا همه مریضا شفا بده، سمیه ما را شفا بده، برگرد. اینا رو که دیدم بعد داداشمو دیدم که داره آبیاری میکنه، باغشو داره آب میده و میگه خدایا شفاش بده. یه سوره حمدی هم برام خوند. اینا رو که دیدم مجدد به سمت راستم نگاه کردم و رفتم خونه مامانم. رفتم یعنی یک لحظه حالت در حد چشم به هم زدن، شاید هم کوتاه‌تر، و تو اونجا قرار گرفتم. رفتم گوشه اوپن خونه مامان، زاویه دیدم از اونجا بود. همین همسایه ها و فامیلا رو نگاه میکردم و همینطور که داشتن اینا دعای توسل میخوندن، منم دعای توسل رو تکرار میکردم تا رسیدیم به قسمت امام رضا. گفتم که یا امام رضا ولی دلم کاملا شکسته بود دیگه، واقعا دوست داشتم برگردم. گفتم که یا امام رضا خودت گفتی هر کی جان جوادم و قسم بخوره برمیگرد، دست رد به سینش نمیزنم. من الان دارم جان جوادتو قسم میخورم، شفاعتمو بده. همینطور که من گفتم یهو دیدم که آهنگ آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، اذن به یک لحظه نگاهم بده. همین تیکه آقای کریم خانی که میخونه با همون آهنگ با همون حالت اومد که آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده، اذن به یک لحظه نگاهم. همین تیکه با همون آهنگ اومد و منم خوندم و بعد پیر غلام امام رضا که پیرترین خادم امام رضا نقار زن بودن، چند سال فوت کرد، ایشون اومد با لباس خدمت اومد پیش من، گفت آقا شفا. گفتم آقا شما پیش امام رضایی، ازش بخواه جان جواد شفاعتمو بکنه. گفت میگم آقا شفا داد. 3 دفعه من تکرار کردم و 3 دفعه ایشون هم ازشون گفتن که آقا شفا داد. من مجدد اومدم تو خونه مادرم بودم، با هم روزه خون دعای توسل رو تا آخر خوندم، سلام به امام رضا دادم و وقتی که این داستان تموم شد اومدم تو اتاقم. ای حرمین مرجع درماندگان، دور مران از در راهم بده. چشامو که باز کردم دیدم اون نورا نیست و من تو آیسیویم دیگه، خبری از اون نیست، ولی با درد شدید پشتم و قفس سینم خیلی درد میکرد، چون که این دنده ها شکسته بود، درد زیادی داشت برام. اونجا فهمیدم که چی شده و در این موقع که من این داستان رو این ور داشتم، این طرف خانوادم صبح زود اومده بودن بیمارستان که دیگه دستگاه رو از من جدا کنن و کارهای من انجام بدن. اونجا پزشک میاد میگه که اجازه بدین ببریم یک سیتی آنژیو ازش بکنیم، دلمون نمیاد دستگاه ازش جدا کنیم. یه سیتی آنژیو بشه، شاید آمبولی ریه کرده. ارجاع میدن منو بیمارستان امام رضا. دقیقاً همون شبی که منو ارجاع میدن بیمارستان امام رضا، من همون شب مورد لطف آقا قرار میگیرم و وقتی که من از این بیمارستان ارجاع میدن توی بیمارستان، خانواده میان دیدنم، میگن حرف میزدی با همون، چشماتو باز میکردی، ولی من هیچ یادم نمیاد، هیچ. گفتم من حرف زدم؟ گفتن آره. یک صحنه دستگاه رو ازت جدا کردن، گفتن که بذار باید حرف بزنیم، که میخواستن جابجات کنن تو آمبولانس. بهت میگفتیم خوبی، میگفتی خوبم، سلام میکردی بهمون، ولی من هیچ یادم نمیاد. وقتی که به هوش اومدم متوجه شدم تو آیسیویم
ولی درد شدید قفسه سینه داشتم و پشت کتفم خیلی درد داشت. من 40 روز بود که تو آیسیو بودم و تو این 40 شب با اینکه همه منو دیده بودن و به گفته پرستارا کلا من زیاد به هوش نبودم، انگار خواب بودم ولی خوابم فرق میکرد. خواب این دنیا رو نداشتم و واقعا خوابم میومد و این درد پشت کتفم و قفسه سینه اجازه نمیداد بخوابم. بعد دیگه اونجا چشمامو بستم و گفتم خدایا کمکم کن، هر جور هست کمکم، میخوام بخوابم ولی این دردا نمیذاره من بخوابم. چشامو که بستم دیدم یکی اومد گفت چی میخوای؟ گفتم نمیدونم، یه چیزی بیارین که پشتم دردش خوب بشه. گفت میخوای از ابروی آسمون برات بیاریم؟ یهو دیدم آوردن یه حالت سایه مانند، دیدم یه چیزی زیرم پهن کردن. بعد من همینطوری پشتم مالوندم بهش، گفتم آخرش خدا خیرتون بده. چقدر آروم شد و واقعا درد پشتم رفت. گفتم میخوام بخوابم. گفت میخوای واسه از آسمون برای ستاره بیاریم؟ گفتم مگه میشه از آسمون برای من ستاره بیارین؟ یهو دیدم 3 جعبه و ابعاد اینقدر عرض و قدش هم اینقدر. جعبه ها آلومینیومی بودن، قفلم داشتن. به جعبه اولی سمت چپی نگاه کردم، دیدم یه آسمون صاف پر ستاره، مثل تو آسمون روستا میریم اینقدر تمیزه، پر ستاره، همه ستاره ها دیده میشه، صاف و تمیز و پر ستاره. اینو دیدم. جعبه دومی رو که همینطور نگاه کردم دیدم همون آسمون صاف پر ستاره ولی با ستاره ها نوشته شده محمد به صورت نستعلیقی. محمد اینجوری آخرش دایره شده بود، نوشته بود محمد. جعبه سومو که نگاه کردم دیدم آسمونش مثل آسمونی که هوا آلوده باشه، شهر آلوده باشه، اینطوری ولی پر ستاره. ستاره ها شبیه گلن ولی یه نظم خاصی ندارن. مثل میمونه شما یه گلی رو ببینی گلبرگاش ناهماهنگ باشه، درست گله ولی گلبرگاش ناهماهنگه. اینا این حالتی بود، درست گل بود. بعد گفتم این چرا اینطوریه؟ چرا گلاش نامیزونه؟ چقدر یه خورده آسمونش کثیفه. گفت این آسمون امروزیاست، تو به این توجه نکن. این حرف رو به من زدن. هر کدوم اینا رو میخوای تو انتخاب کن. من اولی رو انتخاب کردم، آسمون صاف و ستاره. بعد متوجه شدم دستشو اینطوری کرد، این حالت کرد، تمام بالای سر من و سقف من پر ستاره شد، صاف، تمیز و پر ستاره. من خوابیدم و وقتی که چشمامو باز کردم دیدم صبح شده و پرستارم بالای سرمه. گفتم که دکترها اومدن؟ گفت آره دخترم اومدن ولی شما خواب بودی. گفتم منو مرخص نکردن برم تو بخش؟ گفت نه. اونجا نگاه کردم دیدم ساعت 10 دقیقه به 12 است. به خدا گفتم که خدایا بازم بزرگی تو دیدم، بازم عظمت تو دیدم، ولی دلتنگ بچه هامم، دلتنگ خانوادمم. میخوام 10 دقیقه نشده من پیش خانوادم باشم. دقیقاً آقای موزون 6 دقیقه گذشت. من چشم به ساعت توی آیسیو بود. 6 دقیقه گذشت یک پزشکی وارد آیسیو شد و با خیلی چهره شاداب خندان به همه میگفت بخندین. به پرستارام گفت بخند بابا، شاد باش، خوشحال باش. بعد من دستم از دور تکون دادم. بنده خدا اومد پیشم گفت چی میگی؟ گفتم میشه منو مرخص کنی برم تو بخش؟ گفت پرستار این کیه؟ پرستارم اومد گفت حالش چطوره؟ گفت اسم 3 دکتر رو آورد. گفت 3 دکتر اومدن بالا سرش؟ نه مرخص نیست، حالش هنوز مساعد نیست. گفتم آقای دکتر خواهش میکنم منو مرخص کنیم برم تو بخش. اسمی که رو سینه‌اش نوشته بود دکتر خندرو بود، بیمارستان امام رضا. گفت من راضی، تو هم راضی، انشالله خدا هم راضی، بفرستینش تو بخش. که همه اونجا تو پرستارا تعجب کردن. و وقتی که اومدم داخل بخش اولین کسی رو دیدم خواهرم رو دیدم و همسرم علی آقا رو.
دیدمشون به خواهرم نگاه کردم گفتم خونه مامان واسم دعای توسل گرفتین؟ گفت آره تو از کجا میدونی؟ گفتم میدونم ولی تو رو خدا برو به مامان بگو اینقدر جیغ نزنه سرم درد میکنه از جیغاش بگو که سمیه رو امام رضا شفاعت کرده داد نزنه گریه نکنین. بعد گفتش باشه میگم. گفتم مادر شوهرت هم برام دعا گرفته تو خونه‌شا. گفت آره تو از کجا میدونی؟ خاله همسر من رفتم دنبالشون. بعد دیدم که این خاله خیلی داره گریه میکنه. گفت من آره برای سمیه ختم صلوات برداشتم که خوب شه حالش خوب شه. بعد گفتم خاله فعلا که سمیه تو آیسیوئه، فعلا من که چیزی ندیدم. دقیقا همینو سمیه وقتی که از آیسیو اومد بیرون گفت من تو کما بودم اینو من دیدم که بیبی اشرف واسه من ختم صلوات برداشته از ته دل داره دعا میکنه. گفتم آره دقیقا همین شکلی آبجی. بعد گفت مادر شوهرت هم واسم ختم صلوات برداشته دعا برداشته. گفتم آره دقیقا خانواده شوهر من خیلی واسه سمیه دعا کردن، خیلی دوستش داشتم. گفتم دیدم به مادر شوهرت هم خبر بده بگو که سمیه شفاعتشو از امام رضا گرفته. بعد رو به شوهرم کردم به علی آقا گفتم که وای چقدر تو ذهنت پر مشغله است، چقدر حرفه، اینقدر نگران نباش، اجازه نمیدم کسی بگه که تو مقصری. که چون فکر میکرد که همه در مورد اون قضاوت میکنن این مقصر بیماری منه و مریضی منه. گفتم نه اجازه نمیدم بگم که تو مقصری. وقتی ایشون به من گفت من خیلی جا خوردم، یک دفعه انگار یک شوکی بهم وارد شد. خدا این از کجا فهمیده؟ این کی بهش؟ من که اصلا با کسی حرف نزدم، من این حرفا تو ذهنم مرور میشده. که شوهرم دستشو گذاشت رو صورتش شروع کرد به گریه کردن و همونجا تو اتاقم سجاده پهن کرد و سجده شکر گذاشت که خدای شکرت برگشته. بعدم به پزشکم مراجعه کردن، پزشکم هم گفته که ما تعجب میکنیم واقعا یه معجزه شد که یک شبه داروها به بدن این نشست و عفونتش آورد پایین، تبش قطع شد. انشالله تا 15 روز یا 20 روز دیگه ایشون مرخص میشه. نگران نباشین، جای نگرانی نیست و دیگه هم فعلا عمل ندارن. اون دکتری که گفته بود ناامید کرده بود ما رو، اون دکتر گفت نه داره خوب میشه، انگار ورق برگشت. 2 مرتبه سمیه حالش رو به بهبود شد، بهتر شد. من شرمنده پدر مادرمم، به خصوص مادرم که خیلی اذیتش کردم، به خصوص بعد عملم که درکش نکردم. چون وقتی تو آیسیو بودم دوست داشتم مامانم برام دعا کنه ولی با صدای داداش و جیغاش نمیتونستم برم سمتش. ولی بعد عملم، بعد که اومدم تو آیسیو، اومدم تو بخش، رومو همش کردم اون طرف، نگاش نمیکرد. به خاطر همین خیلی شرمندش. شرمندش. خدا شکر. بابا هم همینطور. خواهش میکنم. ببخشید. و از لطف خدا ممنونم که الان تو کنار ما هستی. خدا هر چه مریضیه خدا همه رو شفا بده به حق محمد و آل محمد. تو هم خدا شفا داد. از لطف خدا ممنونم. امیدوارم که انشالله همه شفا پیدا کنن. قدرشونو ندونستم. خب مادر بود، حق داره وقتی که بچهش تو اون شرایطی داره با مرگ دست پنجه نرم میکنه، خب حقشه داد بزنه، جیغ بزنه، خدا خدا کنه. ولی من اینو اصلا درک نکردم، اصلا. ولی از زمانی که دخترم مریض شد، ریحانه مریض شد که وجود پرپر میزدم پشت در آیسیو، نمیدونستم چی کار کنم. اونجا درکش کردم که خدا ریحانه رو مریض کرد، ریحانه رو گذاشت جلوم که بفهمم مادر یعنی چی. در این حینی که تو بخش من بودم خیلی حالم بد بود.
لحاظ روحی، لحاظ روانی، لحاظی که این چیزایی که دیده بودم و دوست داشتم به همه بگم ولی همه باور نمی‌کردن. مادر خودم مثلا وقتی اومد دیدنم بهش گفتم مامان اینقدر جیغ زدی سرم درد میکنه، اینقدر رنگ سفیده، واقعا رنگ سفیدشو میدیدم عصبی میشدم. زمانی که از بدن بیرون بودید از ایشون ناراحت بودید؟ آره. ما تجربه گران متعددی داریم که بیرون از بدن از کسی ناراحت، ناراضی یا شاد و راضی هستند. وقتی به بدن برمیگردن این رضایت یا نارضایتی ادامه داره. مورد دیگری مشابه همین در فصل 1 داشتیم. ببینید و برگردیم. اومدم سراغ این فاطمه تو راه رو وایساده بود. ایشون دستیار دکتر بود، دکتر سامر. اینا ویژه گذاشت برام ها که مراقبت بکنه. رفتم سراغش. 1 مترش فقط نشسته بودم و هی گریه میکردم. فاطمه تو یه کاری بکن، اینا که منو بردن. موقعی که من تو ICU بودم و به هوش اومدم، حالا دیدم فرداش بود، 2 روز بعدش بود، این فاطمه کنار تخت من با من حرف زد، من باش قهر بودم. گفتم بی خود اینجا وانیسا، برو پی کارت. این همه ما التماست کردیم، این همه محل دوباره میومد این وری تخت که رو میبر، دوباره رو ما اون. انگار وقتی خبر مرخص شدنش رو به من دادن، من خونه بودم. خب از 2 روز قبل مثلا میگفتن هی مامان فردا مرخص میشه. منم آماده کرده بودم خونه رو، نمیدونم کابینتا رو به هم بریز تمیز کن که مهمون میان عیادت. کلی مثلا به سر و وضع خونه رسیده بودم، همه چیزو آماده کرده بودم واسه اینکه مثلا مامانم داره میاد. خواهرم بغل کردن، دخترعموامو بغل کردن. جالب بدونید دخترعموامو خیلی بغل کردن، بوسشون کردن. ولی منو نه، یک سلام، خوبی مامان، خیلی عادی. یهو دیدم اومدم چای بیارم واسه مامانم و مامان بزرگم، دیدم دارن میگن که مامانم برگشت به مامان بزرگم اشاره کرد، گفت این اصلا هوای منو نداشت. تو اون دنیا که بودم، حالا تو اون شرایط که بودم، من تازه داشتم میگفتم چی داره میگه، مثلا جریان چی از اون شرایط چیه ته دل خودم. رفتم گوشیشو نگاه کردم، دیدم که مثلا یک پیام نذاشته که مثلا واسه مامان من دعا کنین، مریضه. توی تجربه شما گوشی رو برداشتین؟ نه اصلا نگاه کردم، گوشی اون جایی که میخواستم برام دیده میشد. اصلا نیاز نبود، من اصلا دستی نداشتم که دست بزنم. من فقط به گوشی رو میز نگاه کردم، 2 تا چشم به گوشی رو میز نگاه کرد و تمام اینا دیده شد. اول دوست داشتم تو وضعیت واتساپش برام مثلا بنویسه که مامانم مریضه براش دعا کنید. خیلی دوست داشتم این کارو بکنه، دیدم چیزی ننوشته، اصلا چیزی ننوشته که مامان من مریضه واسش دعا کنید. ناراحت شدم، گفتم نگاه کن این چی بیخیاله دیگه، از آب و گل تقریبا در اومده، 18 سالش شده، میتونه واسه خودش غذا درست کنه، کاری بکنه، از من یادش نمیاد. یه خورده دلم شکست. بعد دیدم که مامانم اونجا داشت به مامان بزرگم میگفت من توقع داشتم مثلا دخترم همچین کاری برای من بکنه. و من اونجا حرفمو زدم، گفتم نه مامان، این شاید از نظر تو کار درستی باشه ولی از نظر من نبوده. من حتی خودم هم اگه در حال مرگ باشم نمیخوام کسی این کارو برام بکنه. به منم میگم خاله استوری نکن، تو واتساپ استوری نکن، من دوست ندارم، باید از خدا بخوای، بندش کیه. ولی من نظرم این بود، میگفتم شاید نفس یه نفر حق باشه این شفا پیدا کنه. من اینجوری بودم که من خدا رو دارم، من نیاز ندارم که بیام استوری غمگین بذارم، بیام این رفتار رو بکنم که بقیه بخوان دل بسوزونن یا ترحم بکنن که مثلا مامان من بخواد شفا پیدا کنه. من شبا با خدا حرف میزدم، میگفتم با من تمام پشتوارم تو این دنیا مامانمه. نمیگم بقیه پشتم نبودن، چرا بودم، ولی مامانم میچورو چرا پشتم بوده همیشه. خب توی دورانی که مامان بیمارستان بودن زیاد حالا به من خبرها رو نمیدادن، چون بچه کوچیک خانواده بودم. بعد بیشتر توی جمع کردن بچهای خاله کمک میکردم، تو خونه بودم بیشتر. موقعی که مامان مرخص شدن و خورده حالا حالت روحیشون خوب نبود، بهتر که شدن، اینا رو به من گفتن که این چیزا رو دیدن، این اتفاقا افتاده براشون و خب به خاطر من برگشتن. منم از اولش خب
فکر میکردم که میتونه واقعی باشه، چون که تو اون شرایطی بودم که اگه خدای نکرده مامانم نبود به اون چیزی که گفتن کشیده بشم. چون قبل از اینکه مامان برن بیمارستان کلا این قضیه ها شروع بشه، من یه دوستی داشتم که خب خیلی دوستش داشتم، تو هر شرایطی هم ازش دفاع میکردم، اصلا دقت نمیکردم که کارش درسته اشتباهه، کلا چون دوستش داشتم همیشه ازش دفاع میکردم، کار بدی هم میکرد هیچی بهش نمیگفتم، حتی اگه از نظر خودم هم بد بود. اینو مامان در جریان بودن که من یکی از دوستام هست که حالا خیلی دوست دارمش، باش رفت آمد دارم و اینا، که دیگه بعد کلا مامان از این قضیه ها دیگه صحبتی نکردیم با هم راجع به این موضوع. من همینطوری به دوستی باش ادامه دادم که حالا کم کم متوجه شدم. مثلا یه روز گفتش که مثلا داشته فلانجا دم در مدرسه نمیدونم سیگار میکشیده، به خاطر این موضوع ناراحت بودم این کارو کردم. این دوستم هی کم کم من متوجه می شدم که خب حالا یه کارهای اشتباهی انجام میده. به خود من میگفتش که مثلا بعد یه مدت گفتش که خاطر یه موضوعی ناراحت بوده رفته فلانجا سیگار کشیده. یه مدت بعدش بهم مثلا گفتش که رفتم فلان کافه قلیون کشیدم چند ساعت نمیدونم این حرفا. بعد یه مدت که توی باشگاه بود عکس چیزی رو برای من فرستاد که من نمیدونستم چیه. بعد هی از من میپرسید این میدونی چیه؟ و من میگفتم نه این چیه. یه حدسایی میزدم همینطوری الکی، نمیدونم نمکه و این چیزا، ولی هی میگفت نه. بعد هی ازش میپرسیدم که چیه، گفت هیچی ولش کن کلا. بعد میخندید. این قضیه ها کلا تموم شد. بعد منم چون همونطور که گفتم مثلا به این جور چیزا فکر نمی‌کردم، هیچی بهش نگفتم. و کلا من از مامانم یه مدت از همون موقع‌های قبل بیمارستان کلا دور بودم، روستا رفته بودم، کلا نبودم پیش مامان که بخوایم صحبتی کنیم، ارتباطی داشته باشیم و این چیزا. موقعی هم که مامان رفتم بیمارستان من از روستا خیلی سریع برگشتم اومدم مشهد. کلا مامان از رابطه من با ایشون، این حرفایی که به من زد، این اتفاقایی که افتاده، کلا بی‌خبر بودن و من ازشون دور بودم. بعد که حالا این مسئله پیش اومد، مامان رفتن بیمارستان و مرخص شدن و حالشون بهتر شد، اینو که برام تعریف کردن که منو توی اون وضعیت دیدن که اعتیاد داشتم، زندگیم خوب نبوده، اون موقع که فکر کردم دیدم به خاطر وجود یه همچین آدمی واقعا من امکان داشت که اینطوری بشم، اعتیاد پیدا کنم. چون دوستش داشتم امکان داشت که هر چیزی که میگه گوش بدم و همونطوری بشم بدون فکر کردن. تا 3 ماه من با ویلچر بودم. بعد از 3 ماه من تونستم با عصا راه برم. همین که با عصا راه افتادم در حد توانم رسید، رفتم مدرسه دخترم. از خانم معاونشون پرسیدم که حنانه چطوره؟ از حنانه به هم بگین. گفتن که خانم زارنیا حنانه خودش خیلی خوبه ولی دوستای نابابی داره. یک چند دفعه ما از دست همین دخترایی که داره راه میره باش انگاری یک سره زنگ تفریح هست و با هم خیلی مچن، یک موادی گرفتیم. یک چند مورد خودکشی داشته این دختر، خودزنی داشته. اون دختر به خاطر شرایط زندگی پدر مادر در حال جدا شدنن و این بچه در سن 13 سالگی و 14 سالگی اوج نوجوانی و مورد آسیب قرار گرفته و متاسفانه حنانه شما خیلی با این دوسته و هر جا هم میره با همن. هر کارم میکنم که این 2 نفر رو از هم جدا کنم نمیشه. 1 هفته گذشت دیدم حنانه اومد با چشم گریون و خیلی ناراحت و خیلی شرمنده اومد گفت مامان ببخشید حق با تو بوده. گفتم که چی رو حق با من بوده؟ گفتش که آره دوستم 1 دفعه برای من سیگار آورده و مواد مخدر دیگه 2-3 دفعه برام آورده که با هم استفاده کنیم. گفتم خب حالا تو استفاده کردی یا نکردی؟ راستشو به من بگو، اشکال نداره، تجربه مال شمای مامان، ولی اگه استفاده کردی به هم راستشو بگو. گفت مامان باور کن نه من استفاده نکردم، خیلی دوست داشتم تجربه کنم چون خیلی برام تعریف کرده، ولی مامان حق با شمایه. من اینقدر این دوستم و دوست دارم
که اگه بهم بگه این چاهه خودتو بنداز تو چاه، رو حرفش نه نمیگم و میندازم تو چاه. به شما اونجا گفته بودن اگر شما بر نگردید حنانه این آیندهشه که معتاد میشه. بله. شما برگشتید، پیگیری کردید و دقیقاً این موضوع رو پیشگیری کردید. بله. اگر بله. نبودید میشد معتاد بله. میشد. بله. حتما معتاد میشد، شک نمی کنم، چون که تو شرایطش قرار گرفته بود. خب پس شما به همون دلیلی که برگشتید، با همون انگیزه‌ای که برگشتید به هدفتون رسیدید. بله. الان راضی هستید؟ این شک نمی کنم، شک ندارم که اگر بر نمیگشتم این بچه افسردگیش و اون دوست ناباب 100% میرفت و برای اون بچم آرزو میکنم که ایشالا پدر مادرش با هم خوب باشن و هوای بچه‌شونو داشته باشن که بچه به این راه کشیده نشه. دعا کنیم. از لحظه‌ای که شما درباره اون دختر خانم صحبت کردید غم سنگین روی سینه من افتاد و من مدام در فکر ایشون هستم. بله. دعا کنیم برای این دخترمون، هر کی هستند، هر کجا هستند و جوانان و نوجوانان مشابه ایشون، پسر دختر، اینها همه فرزندان من و شما، خواهر و برادرای کوچکتر بنده و شما هستند و خدا دعا رو گوش میکنه. دعا کنیم، تأخیر نندازیم، همین الان دعا کنیم. من خیلی اخلاقم متفاوت تره نسبت به افراد خانواده. یه خورده لجباز سرم، یه خورده بیشتر کار خودم رو میکنم. یعنی اگرم کسی بهم چیزی بگه اینطوری نیستم بگم چشم، میرم حالا راجبش فکر میکنم که حالا طرف درست میگه. حتی مامانم خیلی سر این قضیه حساس بود که تو خیلی لجبازی، سرکشی، کار خودتو میکنی، آینده نداری، نمیدونم همه اخلاقات بده. مامان قبلا یه اخلاقی داشتن، من هر کار میکردم بد بودم و اون تایم واقعا ما مشکلات داشتیم بین مامانم و خواهرم. من عین یک پل بودم بین این دو نفر. حرفای خواهرم گوش میدادم، خیلی منطقی بهش میگفتم از این اشتباهاتی که داره مامان به تو میگه، به نظر من از این 10 تاش 2 تاش واقعا اشتباه توه. از طرفی میرفتم پیش مامانم میگفتم مامان مثلا من حالا اختلاف سنی خیلی زیادی با حنانه ندارم، درکش میکنم، داری سخت میگیری، مامان نمیدونم اینطوری نکن، یکم مثلا ملایم تر برخورد کن. و مامان من جوابی که من میداد این بود که اگه بخوام ملایم تر رفتار کنم ممکنه که رفتارشو تغییر نده. من میدونستم که به خاطر این بود که من اخلاق خوبی داشته باشم، ولی من خیلی ازش اذیت میشدم. به خاطر همینم با اینکه خب عصبانی میشدم با مامان دعوا میکردم، ولی بازم نمیتونستم یه کاری کنم که مامان متوجه بشه. به خاطر همین از خدا میخواستم که یه جوری مامانو متوجه کنه. بعد اون 6 ماه من یه عمل دیگه داشتم. موقعی که رفتم و عمل سنگین انجام بدم که کیسمو برداشتن، گفتم خدایا من خیلی چیزا فهمیدم توی موضوع. یا ظلم و ظالمی نداری، ظلمیتی نداری، یا که به من نشون ندادی. اگر نشون ندادی نشونم بده. یکی از اون گناهایی که کردم یا اون اون کاری که باید بکنی نشونم بده. از عمل اومدم، به هوش اومدم و مجدد بیهوش شدم. دیدم که راجع به دخترم حنانه دارم با مادرم صحبت میکنم و بهش میگم که مامان نگاه این حنانه اصلا به حرف من گوش نمیده، همش داره اذیتم میکنه و حنانه میخواست ثابت کنه به من که نه من اذیتت نمیکنم مامان، تو فکر میکنی این فکر اشتباه توئه. و همش میپریدم تو حرفش، میگفتم ساکت باش، چرا تو منو اذیت میکنی؟ همش میگم مامان تو داری فکر میکنی، به خدا داری اشتباه میکنی، اینطوری نیست، این فکری که تو میکنی نیست. حنانه همش این حرفو بهم میزد و من حرف خودمو با مادرم داشتم راجبش صحبت میکردم. و خیلی موقعا فکر میکردم که خب مامان اینقدر از من بدی میگه، منو دوست نداره، یا مثلا چون من رفتارم خوب نیست من دختر خوبی نیستم، هیچ وقت قرار نیست امیدی به من داشته باشه. رفتم تو عالم، دیدم که گشنمه، خیلی گشنمه. توی یه بشقاب
برام یک دستی آوردن، از اینجا بود، دسته از اینجا بود، مثل یک تیکه گوشت ور میداری اون دست رو میخوری از گشنگی. اون دست رو برداشتم، شروع کردم به جویدن. یک گاز زدم. اون گازی که زدم یهو حنانه جلوم ظاهر شد. حنانه ظاهر شد، نگاه کردم دیدم دست نداره. نگاه کردم گفتم دستت چی کار شده؟ چرا دستت نیست؟ زیر دهنم و دندونم رو نگاه کردم، اونو که در آوردم دیدم این انگشت کوچیک دست حنان است. باز زجر کشیدم، یهو به هوش اومد. در قرآن داریم که لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. یکی از شما غیبت دیگری رو نکنه. آیا شما دوست دارید که یکی از شما گوشت برادر مرده خودش رو، مردار برادر خودش رو بخوره؟ نه، بدتون میاد از این کار. اینجا تنفر به توان 4، نه ضرب در 4، به توان 4. انسان ذاتاً از مردار تنفر داره، ولی گوسفند چاق چله باشه، همین که مردار شد انسان ازش تنفر داره. در بین مردارها یکی از تنفر آورترین مردارها خود مردار انسانه. وقتی که مردار قوم خویش انسان باشه، برادرش باشه، بخواد ناقصش کنه، بخواد بخشی از بدنش رو مثلا از بین ببره، این دیگه تنفرش میره توان 3. در حالی که اون غذاهای لذیذ و پاک و پاکیزه اطرافش هست، بخواد مردار خالی بکنه، میشه به توان 4. خب این آیه قرآن هست. خانم اومد خدمت پیامبر، سوالاتی داشت، پرسید و رفت. دیگه از همسران پیامبر که من اسمش نمیبرم، دنبالش غیبت کرد. اونا شد عدش در آورد، مثلا گفت قدش کوتاه بود، چیز از این قبیل. پیامبر بهش فرمود برو دندونات خلال کن. گفت من چیزی نخوردم که، اصلا من الان روزه هستم، غذا نخوردم که میخوام خلال کنم. فرمود برو خلال کن. این همسر پیامبر رفت دندونش خلال کرد، پاره‌های گوشت از لای دندوناش میومد بیرون. یعنی پیامبر اون حقیقت ملکوتی و برزخی رو مجسم کرد برای خانمش. گفت این گوشت اون خواهر مردت که خوردی. خب این که غیبت از گناهان کبیره هست، این که اگر غیبت کننده با توبه از دنیا بره، آخرین کسی است که وارد بهش میشه، و اگر بی توبه از دنیا بره، اولین کسی است که وارد جهنم میشه. اونجا اعمال خوبشو میگیرن میدن به اون توبه شب، کسی که توبهشو کرد، دنبالش توبت کرده، عمل خوب نداشت، گناهان اونو میگیرن میذارن به حسابی. این قسمت که مامانم رفتن برای عمل دوم، دیدن منو 2 مرتبه، وقتی که پیش بدیه منو پیش بقیه میگن، اینو به من نگفته بودن. این قضیه عمل دومو من تا حالا نشنیده بودم، همین الان شنیدم. بعد این خیلی منو تحت تاثیر قرار داد که چجوری فهمیدن که من از این موضوع اذیت میشم، که هر چقدر خودم رو تغییر میدم متوجه نمیشم. تعجب کردم که یعنی بازم اینجا خدا منو دوست داشته که یه بار دیگه منو نشون داده، احساسات منو، چیزی که به خاطرش اذیت میشم. و اومدم یک تغییراتی تو زندگی انجام دادم، چون اصلا گوش به حرف اون بچه نمی‌کردم. وقتی که گوش به حرفش کردم دیدم نه، اونقدری که من فکر می‌کردم بد نیست و واقعا فکر اشتباه خودم بود. الان حداقل واقعا اشتباهی که دارم و میبینن، یا همونایی هم که دارم باز بهم میگن، ولی این که بهتر شدنم در نظر میاد. میگه بهتر شدی یا، ولی هنوز اینجوری. این که بهتر شدی یا خیلی امید میده که من باز بخوام بهتر بشم، بخوام ادامه بدم. این که مامان منو دوست داره، که مامان منو میبینه. از اینکه مهمان این تجربه بودیم قدردان شما هستیم. سلامت باشین. و خب سر این قرار با بینندگان حاضر شدید، قرار دیگری تنظیم کنیم، همه ما قرار بگذاریم طوری زندگانی کنیم که وقتی به زندگانی اصلی وارد شدیم همه از ما خیر بگن، راضی باشن و دنبال فرد ناراضی نگردیم که بخوایم ازش رضایت بگیریم و شاید دیگه دستمون نرسه. انشالله با رضایت بندگان خدا
به نزد خدایی برویم که از ما رضایت دارد. رضایت خدا، رضایت بندگان خدا، این شیوه زندگانی ما باشد، قرار ما، برای اینکه در جای دیگری ملاقات کنیم همگی که در آنجا رضایتگاه جاودانه و همیشگی است، رضایتگاه پروردگار. قرار برقرار بمانید و بیقراریم تا وقت قرار. چنانکه در پایان بر شما سلام باشد و نور مهربانی خداوند تابنده تر از همیشه. خیلی خوش آمدید.